این سگانیک دو پسر و یک دختر 16 روز قبل به دنیا آمدند و هر روز والدین تلاش است برای زنده ماندن آنها. بازار بیامی یوردم خدمت که چقدر که مادرش میفهمم میدونم قدر ما دستگیری میکنیم خیلی نفس تنگی قینی میشود. گپ سر این است که سگانیک نارسیدن 7 ماه به دنیا آمدند. والدین میگویند به نظارت پیوسته طبیبان نیاز دارند. دکتر آمد دیدکش یک هفته که دیگه او دکتر نیومده که میگه چی مو نیستین ای کوچسکای مو نیسته ما را دیگه نگین ما نمیریم این طبی اولوی ده پدیاتر ندارن دکتری کودکان ندارن. والدین میگویند طفلها را بعد 6 روز نگهبانی از تولدخانه رقم 2 شهر کولاب جواب دادند. به قول مسئولین این تولدخانه به جان آنها خطری تهدید نمیکرد. روز تو روز در دینامیکا حالت آنها خیلی خوب شدن گرفتن. آنها با اکسیژن محتاج نداشتند. مستقلانه میمکیدند، نفس میکشیدند، میمکیدند. برای همین ما آنها رو در 8م شبانه روز رخصتی دادیم به خانه. والدین میگویند تا امروز چند بار است نفس کودکان میگیرد. شیره با پریس خطی میکشیم میتیم با بوتلکه مکیدن انیولی یود نگرفتن. طبیبان میگویند شرایط خانه برای نگاه و بین کودکان نارسید موافق نیست و با چنین وضعی که این سگانیک ها دارند باید در بیمارستان باشند. در تولدخانه شهر کولاب به رادیو آزادی گفتند با والدین این سگانیک ها رابطه دارند و از وضع آنها با خبرند.